خبرهای اقتصادی امروز 4 اکتبر در پیام تیوی. در خیابان رودکی 156 ناحیه اسماعیلی سامانی کارخانه دوزندگی لاله مورد استفاده قرار گرفت. بنا به اطلاع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیلی سامانی، در این کارگاه استحصالی دوزندگی 30 نفر زنان بانوان خانشین با جای کار دائمی و معاش خوب تامین کرده شده اند. ضمن مراسم کشاده شوی، زنان بانوان از فراهم شدن چنین شرایط اظهار خرسندی کرده اند. گفته می شود که کارخانه دوزندگی لاله اولین کارگاه دوزندگی در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی به حساب می رود که به استحصال لباس های مکتبی مشغول می شود. 48 کشور دنیا در معرض خط بحران جهانی غذا قرار دارند. در این باره کریستالینا ایوانووا گیورگیونا، مدیر صندوق بین المللی پول، روز دوشنبه در کنفرانس در ریاض این سخنان را مطرح کرده گفت که در سرتاسر جهان 41 میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند. تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه که یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده غلات در جهان به شمار می آید، باعث تشدید بحران جهانی غذا شده است. این در حالی است که آمریکا و غربی ها مدعی هستند که خود روسیه باعث ایجاد بحران غذا شده است. صادرات غله اوکراین به مرحله پیش از آغاز جنگ در این کشور برمیگردد. روسیه و اوکراین 2 ماه پیش با میانروی سازمان ملل متحد و ترکیه برای صادرات غله توسط بحر سیاه سازش کردند. کشتی های حامل غله از 1 آگوست هر هفته به بندر ادسا وارد می شوند. جنگ روسیه در اوکراین صادرات محصولات مهمی را به مانند غله و نوری های مینرالی کاهش داد و باعث بالا رفتن نرخ در جهان گشت. مواد غذایی را از بندر ادسا بیشتر به سومالی، اتیوپی، کنیا و کشورهای دیگر می‌فرستند. حالا نزدیک به 5 میلیون تن غله صادر شده است که این مقدار صادرات در همین وقت پیش از جنگ بود. اوکراین یکی از کشورهای اساسی صادرات کننده غله در جهان است. این کشور همه ساله به بازار جهانی نزدیک به 45 میلیون تن غله می‌فرستد. نرخ ارز: بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانی برای امروز 4 اکتبر مقرر کرد. قرب رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان به 16 سامانی و 80 درم برابر شده است. بانک ملی تاجیکستان همچنین قرب 100 دلاری ایالات متحده آمریکا را 1022 سامانی و 100 یورو را 998 سامانی و 60 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام: نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برجه های لندن 89 دلار و 42 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برجه های نیویورک 84 دلاری رسا معامله شد. نرخ طلا: قرب طلا در برجه های لندن صبح امروز 1700 دلار و 71 سنت برای 1 اونس تعیین شد.